میخوام توی این ویدیو 7 از بهترین بازارها برای سرمایه‌گذاری بهتون معرفی کنم. قطعا تو شرایطی که تورم داره سر به فلک میزنه هممون نیاز داریم که بدونیم چه بازارهایی برای سرمایه‌گذاری خوبن و میتونیم روشون حساب بکنیم. اولین بازار دارایی‌های واقعی، طلا، ملک و کالاها. وقتی خب پول نقدی ارزش میشه، قطعا این دارایی‌ها میتونن ارزششون رو حفظ بکنن، مثل یه سنگر مطمئن در برابر تورم باشن. دومین بازار سهامه. البته همین سهام ها نه ها، ولی شرکت هایی که تو حوزه هایی مثل انرژی، غذا، دارو و تکنولوژی فعالن معمولا با تورم خیلی بهتر کنار میان. سومین بازار ارز دیجیتاله. اگه اطلاعی راجع به ارزهای دیجیتال نداری، با یه سرچ کوچیک توی پلیلیست من میتونی باهاش آشنا بشی. چهارمی اوراق عرضه و ابزارهای مالی با بهره ثابت. اگه نرخ بهره بالاتر از تورم باشه، این اوراق میتونن یه منبع درآمد ثابت و مطمئن باشن، مخصوصا برای کسایی که دنبال ریسک کمترین. برای که با پنجمیش آشنا بشیم، یه لایک کوچیک منو مهمون کن تا با انرژی ادامه بدیم. پنجمیش میشه کسب و کارهای خودکفا. سرمایه‌گذاری تو کسب و کارهایی که نیازهای اساسی رو تامین میکنن، مثل فروشگاه مواد غذایی، خدمات درمانی، هم میتونه توی تورم سودآور باشه. و ششمیش کالاهایی مثل نفت و فلزات و غلات، اینا تو زمان تورم رشد میکنن و همیشه برای سرمایه‌گذاری جذابن. و آخریش اگه میخوای بدونی، سابسکرایب یادت نره که این هم یکی از چیزهایی که خیلی تو جامعه الان معمول شده. نگهداری ارزهای خارجی تو کشورهایی مثل ایران که تورم خیلی بالاست، نگه داشتن دارایی به دلار و یورو و پوند میتونه کمک کنه که ارزش پولمون حفظ بشه. اگه تو هم تجربه یا پیشنهادی داری برای سرمایه‌گذاری، با همون به اشتراک بذار که با بتونیم بهتر از پولمون توی این شرایط مراقبت بکنیم. فقط این که یادت باشه تنها کاری که نباید بکنی اینه که پولتو بی حرکت نگه داری. انتخاب باهوشانه یه دارایی میتونه آینده‌تو نجات بده. لایک و سابسکرایب یادت نره.